ассалому алайкум азизонам. Неъматҷон Дусматов ҳоло ҳам хеле ҷавон аст. устоди азиз, суруди аввалини шумо кадом буд ва агар илоҷаш бошад камтар замзама мекардед барои бинандавои азизи мо? суруди аввалини ман дар спектаклҳои музикавӣ ролҳои асосӣ бозӣ мекардам. сурудҳош бисёр, лекин аввалин суруде ки ман ҳамчун ҳофизғон дар вирди забони мардум гаштам, ин суруди пиёла бо номи пиёла, шеъри Амиҷон Шукӯҳӣ, оҳанги худам. як пиёла пули чой менӯшидем? чой менӯшем. яъне марҳамат. бинандагони азиз, инак суруди аввалини Неъматҷон Дусматов пиёла. пиёларо пур аз чой кунед ва таҳти сурудҳои дилангези Неъматҷон Дусматов чойро нӯшиҷон кунед. марҳамат. لبت در وقت نوشیدن عزیزم نبود ارپیسته خندان قنده. لبت در وقت نوشیدن عزیزم نبود ارپیسته خندان قنده. لبی سختی پیاله از کجا پس بشد این گونه نرم و گرم و شیرین. لبی سختی پیاله از کجا پس بشد این گونه نرم و گرم و شیرین. آفرین استاد عزیز. آیا актёрӣ ва сарояндагӣ инҳо ба якдигар наздиканд ё дуранд? инҳо наздиканд. барои чӣ? баъд аз ки соли 1960 мо институти театри шаҳри масъуд тамом кора омадем бо ҳамроҳии ҳошим гадоев, майрам исоева, абдураззоқов ҳабибулло, турахон ахмадхонов, ما یک زونه تمام کردیم. بعد از این همون سال 60 ماهی اینو آمدیم با گستینسی شرق ما جا کردن. یک سال در اینجا زندگی کردیم. بعد از 2 ماه اسپکتاکل عاشق غریبی رو گرفته، یعنی تقسیم کردن. یک غریب شادروان ارتیستی شایسته جمهوری تاجیکستان احمدجان پالپویف، دوم غریب ارتیستی شایسته جمهوری تاجیکستان بوی محمد نیازов، سوم غریبی رو باوری کرده به من دادند که در وای اسپکتاکل 18 تا آریه دارد، 18 تا سرود دارد. یکم زداچه بوی محمد نیازов سپردن، پریمیر من بازی کردم، دوم پریمیر احمدجان پالپویف. از این عبارت که همون سالها استاد بوی محمد نیازов نیز در تئاتر فعالیت کاری داشتند. خوب بسیار نغز. شدم زارت بدی دارد بیا یک بار پدر جانم. شدم زارت بدی دارد بیا یک بار پدر جانم. ندیدم آن دروغ سارد بیا یک بار پدر جانم. همان روزی که خرد بودم ندانستم قدرت را. همون روزی که خود بودم ندانستم قدرت را.
اکنون کی بر من تأثیر کرد بیا یک بار پدر جانم. بیهوده بزرگ نگفته است که از پیر دعا گرفتن هم یک دولت، پیری و عصا گرفتن هم یک دولت. برای به پیری رسیدن و به اوج کمالات رسیدن البته هر یک انسان، هر یک جوانی که دعای پیران رو میگیرد، نصیحت و وصیت آنها رو به گوش میگیرد، انشالله به پیری میرسد، به قله های بلند اوج کمالات میرسد. هر زمان با چشم گریانم بسوید مادرم، هر زمان با چشم گریانم بسوید مادرم. نیست امکان کی کنم جان را فدایت مادرم. نه به گوشم میرسد بار صدایت مادرم، نه تو را یک لحظه بر جایت ببینم مادرم. نه به گوشم میرسد بار صدایت مادرم، نه تو را یک لحظه بر جایت ببینم مادرم. مادرم جان و دلم به تو حیات را چی کنم، همه مهرم با توی من دیگران را چی کنم، همه مهرم با توی من دیگران را چی کنم. زنده باشید استاد عزیز. حافظان امروزه از حافظان پیشتره به فکرم فرق زمین و آسمان است. چنانه که میگویند امروزها همه جا ستاره زیر کردگی است. نظر شما آید همین مسئله جوان حافظان اون دوره و این دوره، نظر نیما جان دوسمتوف؟ اکنون نبیشر دادر عزیزم اینجا بسیار سبب ها هست. یکم سبب پیش حافظای بسیار نبودند. خوش اینقدر بسیار من همه تئاتر با هفته بریگاده میکنن، هفته بریگاده بود. جوربیک نبیوف، کرامت حاجیوه، شادروان باباجان شمسیوف، باباجان شمسیوف، بدتر دوران علیماتوف آمد. بعد از خیلی بریگادی خودم مثلا من مختار جان که ما 30 سال 40 سال تمام جواب این خودم 5 تا 6 بریگاده بود. دو تا شربه وای بود که اولم جانا کوی و یا کی ولگی خلیچه بوچه و یا بودند. دو تا 7 10 تا نمیرفت. اگر حاضر بینید این یک با نغز هر یک از صنعت دوست می‌دارد، صنعت به خودش زده سرود می‌خواند، لیکن وای بر حالی که مات به گوش نمی‌کند. درست. آره. انا برای مات من همین سرودی حاضر که من خواندم، همین این سوز گدازی من بعد از وفات کردن شادروان زوجم خاصیت دوسمت و ما یکم اتاج بودیم، دویم اتاج با کی ولگی آزاد امین و همسایه بودن. بعد از مردن خاصیت انمین مرثیه برای خاصیت نوشتن. البته همسر شما هم هنرمند بودن. هنرمند بودن، در تئاتر کار میکردن، هم رقاصه بودن، هم اسپکتاکل بازی میکردن، هم ما سرود میخوندن، ما دویت میخوندیم. وای کدیم شادروان خاصیت کدی. انا برای همین انا کنون من یک مثال میگم. همین بعضی حافظانی حاضر زمان کی من همین بعضی همتی بینیدگر آواز دیگه جونده، مات دیگه جونده. مات برای این انی صوفی دیدت کنن اینجا. استاد محترم، من خاطر دارم که شما در معرکه ها سرودهای شوخ میخوندید. بله. حتی جوانان هم مخلصان شما بودند. بسیار میخواستم که برای تماشابینان ما، برای بینندگان عزیز ما، یگان سرود همه شوخ دوره‌ای که برای خودتان برای تماشابین معقول بود پیشنهاد میکردید. خوب شد. یک چند زبان با معلوم شمی؟ بملال.
زمزمه می نمایند مرحبا سرود Ветер дует, когда нет. Мой любовь лили на баде, когда любит, когда нет. Мой любовь лили на баде, когда любит, когда нет. Тумбай талала, тумбай талала, тумбай талала, тумбай та. Тумбай талала, тумбай талала, тумбала, тумба, тумба. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Zindagi mera jana, metti si kativana. Tujmo tu nacho, amirsa tu nacho. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Bio ha, bio ne, bio ha, bio ne, bio jonona, man baroyi ishkutu, divona, man baroyi ishkutu, divona. آفرین سود عزیز دوستان گرامی یادآور میشم که همصحبت شما مهمان شما هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان نعمت جان دوسمتوف میباشند درباره دهقان یک سرود خواندن اگر علاجش هستی برای چی نه حجایب میخوندن جربه مرادو میخوندن بسیار خوب برای چی نه تماشابین عزیز اگر علاجش باشد اگر التماس علاج صد بدر نعمت خودتون گپ زنید رحمت میخونم مایلش ما بسیار میخوندم یک تا حجویه شای بیامون ویام میخونم به تورم میخونم بیاسباب هم تو میخونم این درباره هم پخته کنم حجویه لکن با نوادو خفه نشوید Brigadir poçom tabilci oşnom Brigadir poçom tabilci oşnom Bapaktaçini çaro mambarom Muzdi bemenat megiram jone Muzdi bemenat megiram jone آفرین استاد عزیز تماشابین ما صدای تلفن از گوش میکنیم الو السلام بله گوش میکنیم شما رو سرودی زوجه شاملو حاضر خواندن کن نشان دادی درباره زوجهشون خوش نور انیمه سیزه تکرارن ها Manzili man bit sardas Khana abadam kujoy Manzili man bit sardas Khana abadam kujoy Kalbi man labrizi dardast چهره شادم کجای قلب من لبریز دردم چهره شادم کجای جای اشک از دیدگانم میچکد خونابه دل ماندم در نیمه راهی زندگیم پای درگیر صدای شما صدای تلفن است اکوی نیمه جون گوش میکنیم شما رو الو السلام علیکم بله گوش میکنیم ما امیر استاد مهربان و محترم التماس میکردیم که اهل علما خوش همین جوانان حاضر آموزانم که در صحنه با عینک سیاه نبرد کلیپ های به نور نشان ندن ما اکو آدمان اشخاص بالا آبونه تماشا میکنیم کتی نبیره ها اکو التماس استاد محترم همین خانه ما یک بار رسانید ما اشعری چکاو امتا به تماشا کشتیم اول اینکه همون برنامه همون سرودی که باید معناش به نگاه کردن کار وای این اچکی این از زاپاد اومدگی
از جنوب از جنوب آمین و زاپاد آمدگی این خیلی چیزها ما با مقام ما با شش مقام با عرف عادتی ما با مدنیتی ما حافظ آور نیست این خیلی چیز. بله درست. و چشمش کتی سرود میخواند متن چشم کتی میگوید مخلص خود با امین میگه که خود کتی باید میفهماند و چشم که محکم شد مابین تماشابین مابین متن مابین سرود این یک پرده میشود هیچ ممکن نیست از که وقتی خوندن و تو تماشابین دیده نمیتواند و دلی خودش ایثار کردن نمیتواند یعنی شراره های محبت در چشم است و محبت در چشم است درسته چشم پنهان کردن ممکن نیست لبا گوش میکنیم بانوی زیبا نیما جانکا جوانی شانانده یک چند سال پیش همین شعری مادر میخوندم بله همون یک بار تکرار خوانم بسیار خوب برای چینه نیما جانکو برای زنگ تلفن تشکر خواهش شما البته اجرا میشود نیما جانکو مخلص شما گفتن که یکی از سرودهای مادر رو در جوانی میخوندید همونه زمزمه میکردید برای مخلصانتان یاد آرم مادری غمخوار را مادری غمخواری خوش گفتار را هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را دایما دارد عزیز مادرش را دایما دارد عزیز مادرم وقتی که بودم من جوان شوریال جان تشکر زنگ تلفن از گوش میکنیم شما رو السلام علیکم و علیکم السلام شما ناز درست هستید حال جناب شما چی خیر زندگی ها گوش میکنیم شما رو من از یک نیما جان دوستمت یک سرودی عاشق شنیدن میخواهم دلم را ده که من بی دل نمانم دلم را ده که من بی دل نمانم به مثل مرغنیم بسمل نمانم به مثل مرغنیم بسمل نمانم اگر عشقت بود گرداب دریا گوش میکنیم شما رو تشکیل کردن دین و مو معقول همین هم یوشوی تربیه میکند هم بسیار همین اهل علمو که نبیره که اشتباه گوش کرده همین یکم تشکیل کننده ها رحمت همین ها بسیارتر شده است یک اهم سرودی خودتون نوبزدی که یکی میخوندید نیما جان کو دیگه نوبزدی مالش السلام علیکم و علیکم السلام من شیخ برهان بسیار خوب وقتی یوش بوده گوشاننده این نیما جان کو انی توی پسری عظمتوف عبدالرؤوف عمده یورشگی هوشاننده همیشه توی بیهت پسپاندگی بودن شعله های شیخ کتی معدکی ما خدا رحمتی من تفونه به همین خیل اشعله های این های همون شدید توی عظمتوف عبدالرؤوف
زاکسته بگی حالی هم همون لینته ها های مهانده هم من کفانکتی همون بمیگم که بی حتم اشوله های نوربانی پاچه کود بمیگردم نوربانی پایتم بی بایی گوشه بمیگردم چالکتی مچوی بایی گفته لی بایی چنگتیه میخیله کده بی حتم شب اشوله های ناز بعضی ناز گذراندگی بودن همون به اولش به اشولی مهمانداری گفتید رحمت یا شکو مهمانداری و میزمانداری و میقر و دو بشه یاد میگیرن رحمت چون خواه همین خیل بحثای نرده تشکیل کردید تو آباد باشید نیما جانکو آیده گفت های این بانوی زیبه ببینید که خدمت های چندین ساله پیش شما رو یادآوری میکنن آیده همین گفته های همینا چی گفتنی هستید؟ Yalla mayalim yalla yalla mrol şayruk yalla mrol şayruk Feta çota yakşuda dil dolar şayruk Yalla mayalim yalla yalla mrol şayruk Beni çeşmeme gardam kubeki novvoyo bari Yalla mayalim yalla yallamıyor şaylik yallamıyor şaylik Guşak çeşmeme gardam çalpaki maçoyi barin Yalla mayalim yalla yallamıyor şaylik yallamıyor şaylik Poçak çeşmeme gardam norvori pajjarni barin Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalambor ustod umri daroz, tanisihat, xotiri jam. من مخلصی بسیارتر سرودهای کلاسیکی میباشم خواهش میکنم یک سرودی تناور اگر ملال نبیاد شما از کجا زنگ میزنید بانوی زیبا؟ من از دوزده میکرورایون خیلی ناز بسیار خوب بسیار خوب مرحمت خواهش تماشابین برای ما قانون است اگه کلاسیکی باشد همون یک کلاسیک میکنیم چون که تاجیکی خونم کلاسیک باید مایلش مایلش دوش بودم هم نفس تنها به یک جانانه ناز می کرد به زلفی خشم زد شانه ناز می کرد به زلفی خشم زد شانه دست را برگردنی آن نازنین انداختم قهرش آمد گفت ای وقت مگر دیوانه ای دوستمت لبای گوش میکنیم شما رو و علیکم السلام و السلام علیکم بله بله بسیار نه از کجا زنگ میزنید ها رحمت با حاجی نعمت‌جان با هم بهتون رحمت آباد باشید اما کانتی قریب 80 ساله او بچه حالی یوش نعمت‌جان وای میکنم که من نمایشی و یا بسیار رفتگی یکم از سرودی فرزند اشیاره گایم من هم نشنوم من فرزند بای دادگی در حق همون وقت اشیاره گایم من بسیار خوبتر میشدم در حقشون دعا میکردم من کمپوری 82 ساله دو تا فرزند گم کردگی در حق همون وقت شیری به اشیاره میگایم من بسیار دعای جانشانه میکردم البته رحمت من البته خواهشم بجا کنم من بسیار خورسند میشم مادر جان عزیز میگن که خورشید صفت بسا جهانگیر شود 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود حالا خدا قادم رو دراز میبینید استاد عزیز مرحمت خواهش مادر عزیز رو بجا بیارید
مادرم این رنگ زردو آهی پرخدورم ندید سوختم من در غمی او چشم گریانم ندید سوختم من در غمی او چشم گریانم ندید مادرم گفتن نایاب شو تا برده ای نانت خورم مادرم گفتن نایاب شو تا برده ای نانت خورم من که نانیاب شدم او برده ای نانم ندید مادرم گفتا که من توی تو را دیده روم مادرم گفتا که من توی تو را دیده روم بله جامعه دامادیم را مادری زارم ندید بله تماشابین محترم ما شما رو گوش میکنیم بله بله استاد یک چیزی میپرسید دیگه همین نسبتی روبایه‌های زرافشان چه خیلی مناسبت شما اگر صحبتش باشد اگر شما از کجا زنگ میزنید برادر عزیز ما نایب بابا جان غفورov بسیار خوب مرحمت اوید روبایات وادی زرافشان گیمنی زرافشان یعنی در دستی شما پیاله گل دارای جان در دستی شما پیاله گل دارای عاشق شدم به این دختری قیقالای من بچه بودم با بچگی مانیتون من بچه بودم با بچگی مانیتون بله بله بچگیتون از منم پیشی نظری گوش میکنیم جانم نجنبانیتون یا السلام علیکم و علیکم السلام 75 به رانندگی و اول شما اقام انیمه هم بخواد برنامه خنده زن برادر خواهش شما آبا بندگاه شما وقتهای جوانینده راک می ریپ می خواندید نیامد اون وقتا راک ریک نبود اونجا نبود که اول تا من خواهی که میتانید سلامت باشید الو لابای السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله همین از استاد محترم پرسید که همین وی سری همه خیلی جواب موندنشان در چی خیلی خوراک میخورن ریسیپتش شکراب میخورن یا دوغاب گوید خدا برای چی خودتون نمیپرسید من در خدمت شما هستم خواهر عزیز من 4 خصلت دارم به خدا داده شکر میکنم یک کس به حسد نمیبرم غم نمیخورم مردگی هم غم نمیخورم اما هیچ وقت غم خودم نمیگیرم بعد مثلا یک سرتون غم آمد و یا شما سوخته پوخته تکرار نمیکنید برای من از سرتون برارید فقط خورسند کنید نرو 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 جانم نه نرو جانم نه نرو 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 جانم نه جانم نرو شب ماه از تو ماه دیدن از من لبی لل از تو بوسیدن از من شب ماه از تو ماه دیدن از من لبی لل از تو بوسیدن من اگر خواهی که خشت نبیند اشاره از تو فهمیدن از من نرو 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 جانم نرو جانم نرو 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 جانم نرو جانم نرو سلام علیکم و علیکم السلام اما فقط تیزش میخونم یک سوسیام میخونم میزکم برای چی نه سوس مادر خونن پدر خونن چی خونن از کجا زنگ میزنید برادر عزیز اشعار کجا بسیار ناز جناب
مرحمت خواهش شما اول افغانی خونی مکتسونی بعد یک تا خواهش ما افغانای بجو بیاریم لیلی لیلی جان 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 مرا کشتی با ارمان لیلی 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 جان 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 مرا کشتی با ارمان سیر باغبان نآمدی جان جان مرا کشتی با ارمان از دور دیدم تو را پر نور دیدم تو را آفتی جانم شدی آخر میگیرم تو را لیلی 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 جان 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 مرا کشتی با ارمان سید پیزان برای مهمانای پنجشنبه یک نوع اکا جان چی بود بایی؟ برای خواهر عزیز که از پنجشنبه زنگ زدن سرود سستی به معنی گفتن به معنی گفتن بله لیلی جان امانه دیگه شو کرد برفت وای سرودی نوی که تیار کنم برای شما عمری ما می رود با جوش و خروش بر یک شیرین و بر یک ترش عمری ما می رود با جوش و خروش بر یک شیرین و بر یک ترش یکی را بین بایو دیگری گدا بی وفا دنیا بی وفا دنیا یکی را بین بایو دیگری گدا بی وفا دنیا بی وفا دنیا بله گوش میکنیم مهمان عزیز السلام علیکم و علیکم السلام نما جان کو شما درست می نه شما درست می دادر عزیز اما حاجت عزیز ها پور کبابچی ها همین یک تا سرودی ازبکی دوستلر هایکو ها یک تا اون برای دادان شود ایول بسون نه ها خوب شده دوستlar kursatmasın hiç cüdalık derdini Uylasam şu dilberim Mekkarga okşaydı ki Rahmi yok bir vefa Dildarga okşaydı ki ya آفرین گوش میکنیم شما رو و علیکم السلام نما کو شما درست می نه سلامت باشید محمد جان دوستای چوخانی آزاده ها سلامت باشید شما درست می خدا باش شکر احمد شما چی جوانی یاشی برم وقت اشیلی شیک گری شیک مایلاش شیک نرکمانم شیک شیک گیتاریستم شیک شیک پیانیستم شیک مینی زبود میرزها ربوتت مینی نرزها مینی زبود محمود سیتا گیرم مینی ندیون ها شیک نرکمانم شیک گیتاریستم شیک گیتاریستم شیک آفرین شیک نرکمانم شیک آفرین آفرین من از استاد میخوام یک سرودی مادر شود بسیار خوب برای چی نه مرامت خواهشون کس رو بجا میریم خواهش همه رو بجا میریم هر زمان با چشم گریانم بسوید مادرم نیست امکان که کنم جان را فدایت مادرم نه به گوشم میرسد بار صدایت مادرم نه تو را یک لحظه بر جایت ببینم مادرم مادرم جان و دلم بی تو حیات را چی کنم همه مهرم با توی من دیگران را چی کنم قدری مادر همچو قدری نان بدان دوستان نامینی کش را همیشه آورد وردی زبان مادرش را دوست می دارد همه پیر و جوان چون که از مادر فقط فرزند می ماند نشان
حاجی بابای دیگه بسیار خوشحال شدم. آباد باشید آباد باشید. دوره یاشگی سال 66. واه بچه من حتی 3 ساله بودم. گوش میکنیم اپا جون. زیافت دختر رو میرفتن و حالا چیزی میکرد همسای ما زیافت دختر اتخاب آمدن همون شب 5-6 ساله بودن و عراض کردن و برفتن. خاطرت اومد در قلقه میموندن در قلقه سوز میده بیسون جواب میدادن زیافتی دختر. همین حاجی بابا یخت کیفویم هم خانه بود نکی قول میکردم. چیه؟ کیفویم. دورای اینو بفرم دورای شما با کیفویم بودم خیلی سوری نبود. با جای کیفویم دیگه ناوش. با جای کیفویم دیگه نه شما با همیشه برای شما بخونم. Среди поэтов авторитет я, себя не спрашивал я. Весь народ узнает, какой поэт я. Иди гуляй, отдыхай, до свидания. Ты кто такой, давай, до свидания. Ты кто такой, давай, до свидания. شما درست حاجی بابا سلام علیکم. رحمت سلامت باشه. نه الان معلم ها حاضر خانومه درم همین بوام کدی پدرم عادشون وقتان سخت شده خانده کلین شما ایتان شکره و منم پجری بودم همسایمو همین سال 89 سال 89 5 ساله بودم توی من با عمدگی بودی اول افتان حقی حاجی بودم خدا عمره کنه درست کنه دیلان انی شمایم مجاکای شما گفتید که 78 به برامدم 77 به من 73 به برامدم و شما امان یک گله یاش باین اکو من دل من غاب نیست رحمت با یک سوال الله بای همسری شما همین خاصیت دپه دسمت بودن اون شخصی بزرگ سلامت هستن و کس 20 سال شد رد شده مردند فرزندا دارید آن شخص؟ فرزندا دارید؟ فرزندا دارم 4 فرزند همش خونه بدل ابیردار شدم یک ماه شد یک تا اون فرق کمال گوجانیده گفتگی لبم را بر لبانی آن پیاله گفتی سرودش آمود مانده اون نگفتن واه پیاله بگردیم پیاله میشود البته برای چی نمیشود او پیاله که خالی است و پیاله میپرتون پیاله پر نمیپرتون مرامت 4 مصرع پیاله 4 مصرع تنها لبت در وقت نوشیدن عزیزم نبود ارپسته خندان قنده لبت در وقت نوشیدن عزیزم نبود ارپسته خندان قنده لبی سختی پیاله از کجا پس بشد این گونه نرم و گرم و شیرین لبم را بر لبانی آن پیاله کنون هرگه اگر من میرساندم لبم را بر لبانی آن پیاله کنون هرگه اگر من میرساندم السلام علیکم و علیکم السلام شما اون درست هم بسیار ناز خواهر جان عزیز شما از کجا چی خوش دارید؟ من مانده 75 ساله بسیار خوب سن و سال ما قریب اکن همیخیل قریب هم ساله قریب اکن برآورد بیا بله اپا جون همین تو با اتفاق من باخبر شدم و گناهکار شدم نمازم شام هم نخونده بشکرستیم رحمت اکن اینها کم ماندگی همین وایهای همیشه میخوندگی های پیشتره ها کم ماندگی وای حاضرنگی با دریزکا محاوه مقالی مادر جون عزیز پس کم دیگه پا گفتید اگر همین
همی ها پیشصف شده گجا و به پیر نرو در امانی گرچند تو سکندر زمانی انا کن همی ها پیشواز شده حضرانگی های از 4 طرفشون عرضه کرده تیشه کرده یک چتش عدنی اسلام یک چتش مها اگجا آمدیم برای چیزی آمدیم با گجا میریم کرده همی یوشکا و با واسطی سرود می با واسطی پند و حکمت می اگر همین نصیحت میکردن و همه سال جتنگ جتنگاشون رو استر میکنن براست باور کنید که هم تو تلویزیون اکو یک زیخ شده بعد کتاب خانه آدم گرد که کمک کرده این که تی اول شب همچی گریدگان نستریانی بوده گیتان ویران میشد یک ریز دراز با بس میکند. بسیار خوبه مادر جان عزیز، بسیار مصلحت خوب، بسیار پیشنهاد خوب کردید. نیما جانکو آیده گفتیم مادر عزیز چی گفتنی هستید؟ من بسیار گفتنی هم که اما این یک بسیار نقض است که بسیار حافظان حاضر صنعت ترقی کردگی، بسیار حافظانی جوان، حافظانی با آواز و بسیار میخوانند، بسیار حرکت میکنند، بسیار کلیپ های نو میبرند. دیگه همین اینقدر شتاب نکنند چینده متنش به نگاه کرده، آهنگش به نگاه کرده و یا مدنیتی خواندنش به نگاه کرده، تلفظش به نگاه کرده، همین وای میکردم باز بهتر میشد. لیکن من بسیار همین رو من وای میکنم رحمت، لیکن من باوری دارم که بعد از همین اینها یک سبق میگیرن. البته استاد عزیز نعمت جان دوستمت و هنرمند شایسته جمهوری و با همین اول به خدا میریم و دویم به شما مرحمت. حرمتی پیران کنه در پیشترت مانندیست، قیمتی انسان کنه در پیشترت مانندیست، حرمتی مهمان کنه در پیشترت مانندیست، حرمتی پیران کنه در پیشترت مانندیست. حرمتی پیران کنه در پیشترت مانندیست، قیمتی انسان کنه در پیشترت مانندیست، حرمتی مهمان کنه در پیشترت مانندیست. همتان سلامت باشید. نه برادر عزیز، اینجا ما وعده کردیم که شما یک دو سه مصرع الله میخونید، در آخر مادر میخونید. انا بعد تمنای حاجی بابا برای تماشابینان بعد جمع بس میکنیم. این خیلی نامردش راه نمیره. یک بار الله حاجی هم شنویم چی؟ الله گویم جانم بلم کلام شوی الله، الله جانم الله کنه در خوابش راحت برد، داد روزی می آیده کلان شوی الله یا الله، الله جانم الله یا دوران جانم الله یا. حالا اکنون پدر سر کردیم، الله گفتیم مادر، بعد خداحافظی. یاد آرم
مادری غمخوار را مادری غمخوار خوش گفتارا هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را دایما دارد عزیز مادرم وقتی که بودم من جوان ناگهان بیمار شد رفت از جهان مادری دیگر مرا فرزند خواند سوزشی قلبی مرا پیوند خواند مادری دیگر مرا فرزند خواند سوزشی قلبی مرا پیوند خواند گفت میسری مادرم من مادرم با محبت من تو را می پرورم